دو بازی دور سوم گروه A الکی کلی چیز را در این گروه معلوم نمود، در حالی که ترک ها به خانه رسپار می شوند و شویتساری ها را هنوز صبر و تحمل ضرور است. با کل شما سلام، این روزنامه یورو 2020 است که محض در خصوص نتیجه های کلی گروه A برایتان پرتر می گوید. سرآغاز سخن اطراف دو بازی برگزار گردیده دور سوم گروه A ما را ضرور است که در خصوص امکانیت های دسته های عضو گروه C بهره برآمدن از گروه چند سخن علاوه کنیم. در گروه C منتخب نیدرلند با کسب 6 گل از دو دور الکی راه خط مرحله حذفی مسابقات را برایش تامین ساخت. اوکراین را باشد برای اشغال مقام دوم حتی مساوی در بازی سوم هم پسنده است، در حالی که منتخب اوستریا در صورت پیروزی می تواند مقامدار زینه دوم شود. دسته چهارم همین گروه و یا خود منتخب مقدونیه شمالی باشد با 0 گل از دو دور الکی زینه سوم را هم اشغال کردن نمی تواند. نخستین بازی برگزار گردیده سنه 20 ایون که همچنین از آخرین بازی های گروه A حسابیده می شد، منتخب های ایتالیا و ویلز را در ورزشگاه المپیکوی شهر ریم روبروی هم آورد. ایتالیایی ها که در این چمپیونات نخستین صاحب راحت مرحله پلی آف می باشند، در بازی مذکور نیز از دقیقه اول بازی هجومکاری های خاصه انجام می دادند، هرچند که دفاعکاری های بازیگران ویلسی با زحمت های اندریا بلوتی و فردریکو کیزا صدگذار می شدند، ولی در دقیقه 39 رقابت وقت اجرای ضربه استانداردی در اجرای مارکو ویراتی، ماتئو پسینا دروازه دسته بریتانی را رخنه نمود. دسته ویلسی باشد پس از این گل در راه برابرکنی حساب دچار مشکلات خاصه گردید، زمانی که تن امپادو در دقیقه 54 بازی بر مقابل برناردسکی بازی دغلکارانه نموده کارت سرخ را طاری سر دید. ویلسی های 10 نفره دیگر بر مقابل دسته مانچینی هیچ کاری کردن نتوانستند و تلاش‌های خاصه کیزا را در سازماندهی گل‌های نوبتی باشد دروازه‌بان منتخب ویلز وارد برطرف می‌نمود. بازی مذکور با نتیجه 1-0 خاتمه یافته، منتخب ایتالیا از سیومین بازی به باخت خود در عرصه بین‌المللی استقبال گرفت. یک علامت نهایت زیبای منچینی در این دیدار باشد با جا آوردن احترامی خاصه به سالواتور سیریگوی 34 ساله بود، زمانی که در دقیقه 93 بر عوض داناروما دروازه‌بان سابقه‌دار را وارد میدان نموده بود. بهترین بازیگر دیدار باشد نماینده یوونتوس تورین فردریکو کیزا دانسته شد. دومین بازی دور سوم گروه A که اینم آخرین بازی در همین گروه به حساب می رفت بین منتخب‌های ترکیه و شویتساریا برگزار گردید. در ورزشگاه شهر باکو دسته های مذکور به خاطر نمایش بازی جذاب در آخرین بازی های گروهی به هم آمدند تا که شویتساری‌ها در راه برآمدن از گروه تلاش به کار دهند و ترک ها در نزد آذربایجانی های همجوار با یورو ارزنده خیر و خوش کنند. حمله نخستی برقاسای ترکی از پرتافت براک یلماز و ضربه ایخان در این بازی می توانست برای کل ورزشگاه امید و خوشحالی بخشد، اما دروازه‌بان شویتساری یان زامر با جهش پرنده پرواز عالی بازی نمود. سفرویچ شویتساری باشد در دقیقه 6 بازی امکان خوبی ضربه‌زنی را با یک مهارت خاصه به گل تبدیل داد. ضربه نوبتی تابناک شویتساری ها را که با گل انجام یافت بازیگر لیورپول جردن شکیری اجرا نمود و حساب بازی با همین 2-0 گردید. جانب ترکی هم گل یگانه خود را در این بازی طریق اجرایش ضربه نهایت دیدنی از مسافه دور به ثمر رسانید که آن هم از جانب عرفان کخویجی در دقیقه 62 انجام داد. اما 4 دقیقه پس از گل جوابی ترک‌ها شکیری باز دومین گل خود و سومین گل دستوی را وارد توری دروازه چکیر نمود که آن هم پیروزی آفر و امید کننده در راه دسترسی راحت مرحله پلی آف گردید. بهترین بازیگر دیدار آخرین گروه A باشد جردن شکیری اعلام کرده شد. پس از انجام کلی بازی‌های دوری در گروه A معلوم شد که منتخب ایتالیا چون یکی از مدعیان اساسی بهره پیروزی در یورو بوده، ویلز با تناسب گلی اشغال مقام دوم نموده از گروه برآمد. شویتساری‌ها باشند پس از پیروزی بر ترکیه امکانی برآمدن از گروه را با اشغال مقام سوم دارند، در حالی که دسته از خلیج باسفور 8 گل به دروازه‌اش سر داد و با 1 گل راه سوی وطن پیش گرفت. این بود روزنامه یورو 2020 و با شما بودم ایمانبک شادبکزاد. تنسیت بمانید.